در این درس مسائل متنی رو دیده برایم از سوال 133 یعنی از آسان به یعنی نمیدونم نمودهای سوالی که یک لحظه آنها رو انتخاب کردم حرکت کردم. خب بیاین سر کنیم از سوال اول. در یک بحث شاگردی اوستا 120 دستگاه شاگردش 120 دستگاه خودی اوستا 36 دستگاه زیادتر یعنی باید چند تا ساخته است 156 از 136 تا زیادتر اوستا و شاگرد یک جای چند دستگاه تیار کردن. یعنی شما باید چیکار کنید 120 جمع 156 این میشود 276 میشود. یعنی جواب ما ب. سوال نوبت یک کامباین 432 تن گندم و کامباین دوم 53 تن کمتر گندم گفتند. یعنی از جو زیادتر کمتر یعنی طرح میکنیم. یعنی کامباین دوم چند تن کمتر کف کرده است گندم کوفتند. یعنی 432 مینوس 53 این میشود چند میشود 9 7 379. هر دو کامبایند برای چی هر دو کامبایند اینجا بفهم خطاگی یا در هفته هم خیلی است چند تونه گندم گفتن. یعنی چیکار میکنیم باید جمع کنیم 432 جمع 379 این میشه میشه یک در خاطر است 1 8 7 خیلی سوال نوبتی رو بینیم. باید کنم در سوال خطاگی در جواب ها جواب یک خیمانه 811. سوال نوبتی اگر نرخ 6 متر متا 168 سومانی باشد نرخ 9 متر این چند 9 متر این گونه متا چند سومانی میشد. یعنی این سوال چه کار میکنیم اگر 6 متر 168 سومانی باشد بعد 9 متر چند سومانی میشود. برای این کار کنیم چیکار میکنیم در اون بدرون اینو اگر ما x گیریم چی میشود یک x ضرب 6 برابر با 168 ضرب 9 و ضرب کردن سراسیمه نشوین چیکار کرده میتونیم x برابر 168 ضرب 9 تقسیم 6. از اینجا ما اختصار کرده میتونیم. چه اختصار میکنیم 6 و 9 به 3 اختصار شد 3 میموند. در اینجا 2 میموند 168 با 2 اختصار کنیم 84 میموند 84 ضرب 3 باید کنیم چه میشه 240 252 جواب ما 3 میشود. نرخ یک دقیقه علاقه موبیلی 20 درم است. اگر در حساب مشتری 8 سومانی 10 درم باشد از همه بیشتر او چند دقیقه بوتون گپ زده میتواند. یعنی یک سومانی چند درم بود 100 درم بود در همگی چند به درم گردانیم چون که در درم داده شده است. از ما چی میخواد 80 تقسیم رو اجرا کنیم میگن 2 عدد رو تقسیم کنیم و در این رو در متن داده شده است یعنی 80 تقسیم 20 در اینجا ما 9 رو هم اگر یک بار اختصار کنیم در کار نیست با ما 9 80 تقسیم 2 رو باید اجرا کنیم این چند میشود 80 تقسیم 2 4 40 از 5 همین است. وقت تقسیم رو 40 از 5 میشود وقتی ضرب کنیم 81 میشود. یعنی در اینجا معلوم است که 40 دقیقه پورا گم زده و بعد 30 ثانیه هم دارد. یعنی در دقیقه بوتون میپرسد و این میشود با ما 40 دقیقه بوتون. متین عدد رو به خاطر گرفت و با اون عدد 189 رو جمع کرد. عدد حاصلش رو بعد 7 تقسیم در نتیجه عدد 45 حاصل شد. متین کدام عدد رو به خاطر گرفت در این مدل است. یعنی ما عدد رو به خاطر گرفتیم. این نمود سوال هم خیلی کنید x باشد حرف خیلی مهمی ما x با اون 189 رو گرفتیم جمع کردیم و عدد حاصلش رو با 7 تقسیم کردیم و جواب ما با 45 برابر است و x رو باید یابیم. اینو چه کار میکنیم اول 7 رو با 45 میکنیم این میشه x جمع 189 برابر میشود با 280 35 315 و x میشود 315 مینوس 189 این رو اگر تک به تک کار کنیم چی میشود 6 2 1 126 میشود جواب ما.